ما نتیجه اینو پس از 20 روز داریم، ولی شما تا 1 ماه و 40 روز آینده باز روند رو به جلو داریم، ولی ما چیزی که روی آینه مشخص بشه تاثیر که از فردا شروع میشه، ولی چیزی که روی آینه ما بتونیم قابل ملاحظه باشه برای ما پس از 20 روز واضحا میبینیم که تغییر صورت شفافتر شده، چروک‌ها کمتر شده، چربتر میشه صورت و آزاد وجودتون، پس روند رو به جلو رو واضحا مشاهده می‌کنیم. حالا میگم دوستت گفته چون این کردان نیست، سعی میکنیم شماش مرکز از همین الان شروع شد. چرا صورت ما پیر میشه؟ چون بهش غذا نمیرسه. چرا بهش غذا نمیرسه؟ چون عروق خونیش آسیب میبینن. اگه ما عروق خونی خوب کنیم کلاژن سازی انجام میشه، تغذیه انجام میشه، پوست جوون میشه، شفاف میشه، سفت‌تر میشه. به همین راحتی. چیزی هم که تایید شده برای کلاژن سازی و عروق سازی فقط سوره بنیادیه، همون پلاسماتور و عملا تاثیر روی بوتاکس نداره. بوتاکس عضلات فلج میکنه، این با ساختن عروق و عضلات رو ما بحث از احیای پوست میکنیم، یعنی کل پوست احیا میشه، هم عروقش ساخته میشه، هم کلاژن ساخته میشه، هم غدد چربی، هم غدد عرقش فعال میشه، هم اعصاب بدن احیا میشه، ساختمان پوست بهتر میشه و واضحا اینو قابل لمسه و میتونیم مشاهده کنیم. پس از 20 روز میبینیم و به مرور واضحا تغییر قابل مشاهده و ماندگار. تو بوتاکس فقط صورت فیکسی که داریم از بین میره. توی فیلرها ما فیلرها تا حد خاصی آب جذب میکنن، پس از اون دیگه جذب آبی نداره. ما یه لیوان رو یه بشکه آب بریزیم توش هم یه لیوان پر میشه، هیچ تاثیری روی فیلر نداره، نه بهترش میده نه بدتر. بعضا با کشش پوست ما پوستمون که میکشه فیلر رو بهتر خودش رو نشون میده. این بهتر دیده شدن فیلر کمک میکنه. ماندگاری چه ما وقتی دستمون زخم میشه تا کی خوبه؟ وقتی که خوب شد. PRP اساسش رو ساختنه. وقتی که عروق ساخته شد دیگه ساخته شده، کلاژن ساخته شده و ماندگاره. مگر روند دام اگر ما لکه بارداری داریم یا لکه توی صورت داریم از بین رفت دیگه دامی از بین میره، مگر لکه مجدد. ما اینکه PRP رو چه طولش رو ادامه بدیم چه ادامه ندیم روند رو به جلو هست و ماندگاره. اگر ما انجام بدیم بهتر میشه، انجام ندیم بدتری نداریم و نخواهیم باشه. ولی روش جدیدن اومده یا قبلا بوده؟ PRP روش‌های خیلی جدیدی نیست، ما چند سالی هست PRP داریم، ولی PRP به صورت غیر فعال جدیداً کشف شده. ما PRP رو همیشه مرسومه که توی دستگاه بذاریم و سانتریفیوژش رو انجام که دادیم پلاسما جدا کنیم، ولی پلاکت‌های ما به این حد حساسن وقتی از دیواری رگ آسیب دیده عبور میکنن آسیب میبینن و آنزیمای ترمیمیشون فعال میشه، به همین هم حساسن. اما ما توی دستگاه بذاریم توی شیشه و با طول زیاد بگردونیم با برخورد با دیواری شیشه آنزیما فعال میشن و اون PRP پیک اثرش منحنیه، شروع اثرش حالت منحنیه، در لحظه اول بیشترین اثر داره، به مرور زمان کم میشه. ما تا اون رو از شیشه جدا کنیم تاثیر کنه اصلا پیکش گذشته. ما تاثیری که توی PRP غیر فعال می‌بینیم بعد از 20 روزه، ولی توی PRP فعال PRP که داستان سانتریفیوژ انجام میشه ما تاثیر رو پس از بار 4 می‌بینیم، یعنی پس از 120 روز آینده واضحا مشخصه که پلاسما تو اون حالت کاری خودش رو تا اونجایی از دست میده. پوست می‌بینی چقدر شده؟ پس از این پیاده دیگه شوری رو احساس نمی‌کنه.